معضل 4 فصل کلان شهرها: زمستان با وارونگی هوا می آید، تابستان با افزایش گاز اوزون در سطح زمین یا هجوم ریزگردها. لازمه مدیریت این عوامل تهدید کننده سلامتی، پایش مستمر آلاینده‌های هوا و به تبع آن ساخت ایستگاه‌های متعدد پایش آلودگی هواست. نیازی که قبلا با واردات از کشورهای مثل آلمان و ژاپن تأمین می‌شد، اما حالا با تولید نسل جدید ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا به دست محققان یک شرکت دانش بنیان رفع می‌شود. کاری که دستگاه انجام میده، میزان غلظت ذرات غبار رو داخل هوا، حالا معروف هست که به PM2.5 و PM10 اندازه‌گیری میکنه و همچنین گازهای آلاینده محیط رو مثل اوزون، کربن مونوکسید، نیتروژن دی اکسید و گوگرد دی اکسید که اینها باعث آلودگی هوا میشن و همچنین پارامترهایی که به نوع هواشناسی محسوب میشه مثل دما، رطوبت. پایش همه آلاینده یکی از ویژگی‌های این دستگاه 100% ایرانی است. ویژگی که فعلا کمتر از 30 ایستگاه از 202 ایستگاه پایش آلودگی هوای کشور که با دستگاه خارجی تجهیز شده دارند، یعنی فقط 15%. البته استفاده از برق خورشیدی به جای برق شهری را هم باید به ویژگی‌های این محصول دانش بنیان اضافه کرد. کاملا با برق خورشیدی کار میکنه بدون نیاز به برق شهر، یعنی میتونه خارج شهر جاهایی که برق نیست این دستگاه استفاده بشه. اطلاعات رو به صورت خودکار به اینترنت ارسال میکنه و توسط سایتی که اون هم داخل شرکت کاملا صرف تا صد طراحی و برنامه‌نویسی میشه قابل مشاهده هست. به کمترین میزان نگهداری و مراقبت توی سال نیاز داره و جامعیت دستگاه هست، یعنی با یک دستگاهی که توی منطقه نصب میشه هم آلودگی غبار گرفته میشه، هم گاز و هم پارامترهای محیطی و هواشناسی مثل دما، رطوبت و فشار محیط. ثمره تلاش‌های اعضای این شرکت با قیمتی ارزان‌تر هم به بازار عرضه شده. پس از 6 سال تحقیق و توسعه تونستیم این محصول رو تولید کنیم که کشور از واردات این محصول بی‌نیاز شده. قیمت این محصول 1/10 نمونه مشابه اروپاییشه. جز بازار داخلی، صادرات به کشورهای مثل ترکیه و عراق هم پیش روی این دستگاه ساخت ایران است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.